سلام خانم آقایون، خیلی خوش اومدید. یه لطفی هم الان به من بکنید که غذای مورد علاقتون رو به من بگید. اینطوری آسان تره، بهتر میتونم براتون غذایی که دوست دارید رو درست بکنم. یکی از غذایی که من خیلی دوستش دارم و هر وقت میرم رستوران هندی اونو سفارش میدم، بریونیه با گوشت و ادویه گرام ماسالا و میره لای پلو و یه چیز خیلی خوشمزه میشه. الان میخوام براتون درست بکنم. اینجا مرحله اول برش دادن پیازاست. پس من میرم که پیازا رو تا جایی که میتونم به صورت خلالی اونا رو برش بدم. دلیل اینکه میخوام خلالی اونا رو برش بدم اینه که یه حالت کاراملی بمونه توی پیاز و وقتی که این میره لای اون گوشتا میچسبه به گوشتا، با ادویه ها قاطی میشه، بعد میرن توی دهن. وای خدای من، عین معجزه میمونه. حرارت زیاد و یادتون باشه که توی استفاده از پیاز برای یه غذایی تو این مایه ها سخاوتمند باشید. دستتون نلرزه، بریزید، زیاد بریزید چون بسیار تاثیرگذاره. قابلمه که داغ شد، پیازا میرن داخل، یکم مخلوطش کنید، درش رو بذارید که با عرق خودش کاراملی بشه. بریم سراغ گوشت. گوشتی که دارید میبینید اینجا قسمتی از راسته گوساله هستش. از هر قسمتی از گوشت قرمز که دوست داشتید میتونید استفاده بکنید، چه گوسفندی چه گوساله، هیچ فرقی نمیکنه. اگرم نمیخواد گوشت قرمز استفاده بکنید، هم میتونید این تکنیک رو ببرید روی مرغ، هم میتونید ببرید روی میگو. برشا رو ببینید، برشا باید این اندازه‌ای باشن، دقیق یک اندازه که همشون با هم به یک مقدار پخت برسن. تو این بریونی دستتون باز، اگر خواستین میتونید فلفل یا سبزی هم بهش اضافه کنید، سبزیایی مثل گیشنیز. ولی چیزی که من توی این غذا از عطر میخوام گرام ماسالا هست، پیاز و یک کوچولو سیر. حواستون باشه نسوزه. بلافاصله بعد از اینکه این طلایی شد، گوشتا رو با ادویه اضافه میکنیم. وای به به، چقدر خوشحالم میخوام درست بکنم. اینو بردارم بذارم اینجا. سیرارم پوست بگیرید، آماده خورد کردنشون باشید، چون به محض اینکه گوشتا برن داخل ما سیرارم اضافه میکنیم. فقط یادتون باشه سیرها بعد از اینکه پیازا سرخ شدن باید بهش اضافه شن به همراه ادویه. نگاه کنید وضعیت پیازا تو این مرحله که تقریبا کاراملی شدن، یعنی اینکه آماده است. سریع من گوشت رو اضافه میکنم توش. حرارت زیاده، حرارت کم نشه. همینجا سریع میریم سراغ ادویه. یادتون باشه ادویه باید توی این غذا سخاوتمندانه زده بشه. این ادویه گرام ماسالا از تو عطاریا میتونید بگیرید، بعضی سوپرمارکت ها دارن. ترکیبی هم از چند تا ادویه هست. من اینو نمک، یه کوچولو فلفل قرمز، دوست دارم غذای هندی یه کوچولو تندم باشه، چرا که نه، و در نهایت یه کوچولو تقلب میکنم، یکم زردچوبه رو بیشترش میکنم. الان میذارم که قشنگ اینا با هم سرخ شن. وای به 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 به، الان بوی کلکته داره میاد. وای 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 وای، چه شود چه شود. و بذاریم قشنگ کامل پخته شه. خب من سریع سیرارم توی این دستگاه بریزم و اوی حرارت زیاده، یادتون نره یه کوچولو که سرخ بشه، برای اینکه یه کوچولو ما به این اسیدیته بدیم، ترشی بدیم و یکم مزه‌شو قوی تر بکنیم، یه کوچولو رب گوجه، ولی فعلا زوده. این سراغ رب یکم نگاه کنید ببینید که به به، چه بویی، چه تجهیزاتی. رب گوجه رو اضافه بکنید به خاطر هم رنگ هم یه نموره ترشی. قشنگ 2 دقیقه دیگه سرخ بکنید و بعد از 2 دقیقه میریم سراغ ریختن آب جوش. گوشتمون باید کامل بپزه.
حرارت رو کم کنید، درش رو بذارید. یه نکته تو برنج بهتون بگم، هر وقت خواستین برنج رو بشورید، بعد از اینکه تمیزش کردید و مطمئن شدید هیچ سنگی توش نیست، باید اونو حتما با آب سرد بشورید. دلیلش هم اینه که زمانی که شما آب گرم میگیرید روی برنجا یکم شروع میکنن به پخته شدن، یکم به هم میچسبن، عطرش زودتر آزاد میشه و از بین میره. به خاطر همین فقط برنج رو با آب سرد بشورید. عالی. قبل از اینکه برنج رو بریزیم، من یکم میخوام بادوم هندی بریزم. بادوم هندی نکته‌ای که داره توی آشپزی هندی، علاوه بر چربی که داره، یه بافت خیلی خوبی میده، یه مزه خیلی جالبی هم میده. همونطور که میبینید اول یه کوچولو خوردش میکنم، این ریزم تو گوشتا. وای وای وای. برنج اضافه. حرارت رو زیاد کنید، آروم مخلوط کنید. میتونستید از برنج باسماتی هم استفاده بکنید، اونم خیلی خوبه. اکثرا توی هند، توی جنوب ایران و توی هر رستوران هندی که بخواید نگاه بکنید از برنج باسماتی استفاده میشه. دلیلش هم اینه که برنج باسماتی خمیر نمیشه، چون یه مقداری تکنیک درست کردن برنج ایرانی یه مقداری سخته، از برنج باسماتی استفاده میکنن، ولی خب ما از برنج ایرانی استفاده میکنیم. و وای نگاش کنید چقدر خوش رنگ. تست نمک یکم نیاز داره. نمک رو سعی بکنید همیشه اول غذا مقدار کاملش رو نزنید که کنترل نمک تا انتها باشه. این بمونه به جوش، آبش تبخیر شه. تو این غذا خیلی مهمه که حواستون باشه آب رو کنترل شده بریزید، به خاطر اینکه به محض اینکه آب زیاد بشه غذا از دستتون در میره. میتونید بعداً نگاش بکنید، اگر نیاز داشت بهش آب جوش اضافه بکنید. و یه نکته دیگه، این غذا چسبندگی رو باید داشته باشه. چسبندگی یعنی چی؟ یعنی خیلی دون نباشه. و حالا این مقدار آبی که الان دارید میبینید، مقداری که همین الان درشو میبندم. تعدیگش هم که میشه خودش و نیم ساعت 40 دقیقه دیگه چی داریم؟ 1 ساعت دقیقاً گذشت و اون بویی که دلم میخواد تو خونه است. اوه. اینجا رو ببینید. اینجا رو ببینید چه بریونی داریم. وای خدا خدا خدا. وای به به. وای. شاهکار، چه بویی داره. یعنی ای وای، تمام ادویه هایی که زدیم الان نتیجهش رو میبینید. یه برنج خوش رنگ، گوشت کامل پخته شده، بعد اون بادوما میرن زیر دندون و وای، اصلا نمیتونم صبر کنم تا امتحانش کنم. چه نظرتون؟ بازم میگم اگه غذای دوست داشتین که براتون درست بکنم، برام تو کامنت ها بنویسید. اگر از شهرتون یه غذای مثلا چه میدونم، نه غذا خیلی خیلی محلی هستش که دوست دارید بقیه هم یاد بگیرن، رسیپیشو توی کامنت ها یا اسمشو برای من بنویسید، منم سرچ بکنم که براتون درستش بکنم. میبینمتون خیلی زود. خداحافظ.